همین پلیس نظرت چیه راجع به این؟ ضعیفه. میزنیش؟ برنده میشی؟ نه صحبت هم بکنید صحبت. آقا کشی فرنگی. آقا فاصله وای میسید برام چر میگی. اوکی آقا بریم. 1 2 3 حمله. آقا یه بار دیگه لطفا دقت کنید داورا نزدن دیگه رو بزنن. نو فایتینگ. آقا جاسم خواهش میکنم دعوا نکنید نزنید دیگه رو. فقط صحبت. فقط یه لحظه خطا تو صورت نزنید. آقا داور این چیه این چه؟ قبل فایت دیدیم دور رینگ میشینن پشت. هر دو طرف آماده نبردن. این ور دارن یکی حریف آماده میکنن، اون ور جاسم داره خودش گرم میکنه. این ور داره باری کلا آماده باش. جاسم نظرت چیه راجع به این مسابقه؟ برنده بازی کوچ. تمومه. پسر منه. باری کلا درود بر تو. داور به نظر شما کی برنده این بازی؟ به نظر من که بازی پای همه میتونن دیگه بزنن. 2 1 حالا این وقت رقیب هلندی رو داریم میرن نزدیک میشه یکی کش اول بوگی میزنه. حالا جاسم داره عصبانی میشه. It's okay keep going. چرا فرار کرد؟ بیرون نمیتونی بری. بیرون نمیتونی بری. آقا بیرون. اون نردای اون بغله میخوره بهش برمیگرده. بزن. بیا آقا بیا خودم برو پشتو بزن بوگی. آها صورت نداریم. آفرین جاسم. آقا دم پایش افتاد. جاسم بوگی گارد نیفته. حالا یه جاسم یه اوشه چند بالا میزنش که برید استراحت. گوشایرین استراحت. آقا جاسم چطور بود مسابقه؟ داوری همیشه بده. آفرین. بوگی چطوری؟ نظر شما چیه؟ به نظر من که بازی تا الان کاملا مساوی بوده. I'm kind of retarded. بیا جان جاتون خالی بندری خوردیم همش گوش. بوگی بهترین دفاع حمله است. تو کجاشو بزن؟ فقط مش بدم. فقط بزن. یه لحظه واسه. آقا یعنی چی؟ آقا این شوخیه. 1 2 3 بزن بودی فقط بزن. آقا همونجوری گارد. باری کلا جابجا شدن. بوگی بزن. نه. کاری بکن مربی. اب نره این داور فرق داره. من دوپینگش کنم. بیا اینو کامو بگیر. نه کلاپس میکنه ولش کن. ببین یه دونه فیک میاد باری کلا بده بیرون. بادش بزن جاسم. بادش بزن. نظر شما راجع به این رقیب چه؟ خیلی ضعیفه. صورت آزاد بود دارم افتاد زمین. ضعیفه. آقا زمین بازی عوض شد. که مثل آدم مامو ببنده. نه سرمون آقا راند آخره. 1 اوکی آقا اومد بیرون حالش می‌بینی چه زدی؟ من می‌خوام اینجوری کنم انگشتم نمیشه الان. یکی نمورده ببین. 1 2 3 برو. یه مش بزن خب بی انصاف. شوخیه وسط پاس. اصلا تیر شده. بوگی من نظرم باید دیسکوالیفای شه. مش
ستار میزنم اینقدر ناخونه تو اون گیر میکنه برش کن آقا برنده رو مشخص کنید و بریم برنده این بازی کسی نیست جز جاسم بچه ها با فایت بعدی اومدیم سراغتون. این فایت کسی نیست جز در گوشه چپ رینگ داریم مورتی کازمادو. مربیگری آقای جاسم دودگیر و ایگنور دوتا داداشیام راجع به این بازی چیه؟ ما وین ریت 100% داریم کلا باری کلا گروه دو وین ریت خیلی بالایی دارن تا الان و در سمت راست رینگ یه تیم خیلی قوی رو داریم. حسن جان نظر راجع به حریفت چیه؟ هم حریفشو میزنم هم مربیشو میزنم. باریکلا شیرشونو میکشیم باریکلا اینم مربی تیم یک هست آقای رضا که یکی از قهرمانای این بازی قهرمان سابق امتیاز یه دونه چک میزنی یه دونه مشت دهیم لایک بدون اینجوری باریکلا حسن جان یواش آقا خیلی خوب 3 دست وایسا دستتون بزنید من دیگه 3 2 1 برید مثل بوی فرار کنید. خیلی خوب لوره آقا رینگ رفت بیرونه دو سه برید میزنی دست خراب بدیم تیوی الان دستکشو در بیاری میکشن اینا سوسول بازیه حسن بزن نه بزن آفرین آفرین مرتب دیده پارس بکنی حسن ثانیه آخر ها بزنید ازدم هر گرفتی پول زد بعد جزه آقا تمومه اینجا نه عکس بگیرم برنده این سری از مسابقات تیوی اون یکی دستو بیار بالا اون کسی نیست به جز تیمی ساکمادوف. تبریک بهت میگم تیمی جان تبریک بهت میگم